درود. امروز درباره نامناسب گپ میزنیم که سالهای اخیر به خصوص برای مهاجران مشکلات زیادی آفریده است. درباره تغییر نامها و استفاده پسوند زاده و دست کشیدن از پسوندهای آو ایوی روسی. یک جوان تاجیک در شویتز از دادگاه خواسته است با او اجازه بدهد پسوند آو را از نسبش بردارد، زیرا به گفته مرتضی نظرов دانشمند جوان پسوند آو را در نسب او در عهد شوروی پیشین گذاشتند و او میخواهد که نسبش را تاجیکی کند. اما حالا این تمایل ادامه دارد که بعضی از مهاجران کاری برای گرفتن حق اقامت و شهروندی روسیه از پسوندهای تاجیکی زاده و یا پور دست میکشند. حالا بحث در وبسایت ما و در صفحه ما در فیسبوک و اینستاگرام ادامه دارد که آیا کار مرتضی نظرов درست است یا کار مهاجران طلبگار شهروندی روسیه. بعضی‌ها میگویند کاری درست است. قسمت دیگر گفتند پسوند روسی را نباید از نسب بردارید. از شرح کاربری آغاز میکنیم که خود را انس معرفی کرده و در وبسایت ما چنین نوشته است: من با داشتن نسب خاصی فرهنگی فارس و تاجیک موافقم. اگر به نسل پیشین بنگریم، یگان بزرگان ما نسبی به مانند ایو و آو نداشتند. حالا باشد به جای آنکه نسب پیشین خود را به رسمیت داخل کنیم، برعکس باز علاوه های نو وارد شده است. حالا مشاهده میکنیم که به فرزند نسبی بابایش را گذاشتند. گروه دیگر گفتند که نام و نسبشان با پسوندهای تاجیکی است و در هیچ جای نه به مشکلی دچار شدند و نه کسی به آنها ایراد گرفته است که چرا نام شما آو یا ایو ندارد. شرح دیگری را از وبسایت رادیو آزادی میخوانیم که از نام کاربری به نام رسیده است: نسب من هم با زاده به آخر میرسد. باید هر یک شهروند تاجیکستان نام و نسب تاجیکی داشته باشد، چون که این یک مقدسات ملی ما به حساب میرود. تا کی ما باید از آو و آونه ها استفاده کنیم؟ ثانیاً این برای گرفتن شهروندی روسیه هیچ مانعی نمیگذارد. من هم در مهاجرت هستم و نام و نسبم یگان مانع پیش نآورده است. کاربران دیگر گفتند دست کشیدن از پسوندهای روسی برای تاجیکان دردسر می‌آورد، چون که حالا مردم زیاد زندگی خود را از حساب کار در روسیه پیش میبرند. به قول این کاربر که نامش را نگفته است، تاجیکی کردن نامناسب برعکس نه به منفعت والدان است و نه به منفعت فرزندانشان. شرح این کاربر چنین است: و مانند اوکراین از تمام چیزی که ما را با روسیه میپیوندد دست میکشیم، هنگامی که زندگی ما از روسیه و از کار در روسیه وابسته است. با این کار ما خود را یک نوع با دستان خود زنده به گور میکنیم، چون راه دیگری برای به دست آوردن پول و زندگی نداریم. یکی دیگر گفته است مایه تأسف و بسیار حزن‌انگیز است که گروهی از مردم با نظرداشت مهاجرت کاری به روسیه برای فرزند نوزاد نام میجویند. این کاربر که در اینستاگرام برای خود نام ارسنال 10 را انتخاب کرده است، چون این شرحی را در صفحه ما در این شبکه اجتماعی گذاشته است: کودک بیچاره نو تولد شده است. اینها حالا با فکر مهاجرت کاری به او نامه میمانند که روسیه رود عذاب کشیده کار کند. آخر شما چگونه آدمید؟ اگر شما همان کودک را نقص تربیه و صاحب دانش کنید، نام او برای کاریابی و کار هیچ نقش نمیبازد که زاده است یا آو. یک کاربر دیگر حکومت تاجیکستان را تنقید کرده است که چند سال پیش امر داد تا نامها اساساً با پسوندهای تاجیکی و به خصوص زاده باشند، نه با پسوندهای روسی به مثل آو و ایو. او گفته است اگر وضع اقتصادی تاجیکستان خوب باشد، مردم زندگی خوب داشته باشند، خودشان به ارزش‌های فرهنگی و ملی رو میآورند. این کاربر که خود را بیکار نامیده است چنین می‌نویسد: اولا حکومت و دولت را به نام و نسب آدم‌ها چی کار؟ ثانیاً های مردم سطح زندگی خود را بلند بردارید. های حکومتداران سطح نیک و احوالی مردم را بلند بردارید. این گونه مشکل‌ها خود از خود حل می‌شوند. شما کاری کنید که الکساندر پتروویچ در تاجیکستان آمده خودش را اسکندر پیاترزاده کند. بدبختانه نتیجه دولتداری شما همین است که اسکندر هاشمی مجبور است برای یک بردنان خود را الکساندر خشیموف کند. شما چه میگویید؟ به این اندیشه موافق هستید یا نه؟ در وبسایت رادیو آزادی نویسید یا در تلفن صدا یا ویدیوتون را ثبت کنید و به همین شماره که میبینید بفرستید. واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو هم دارد. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.